60 است. مرحله سوراخ‌کاری انگشتره که میخواد شبکه بخوره. این سنبه هایی که وسط کار میزنیم سعی کنیم زیاد شیب نگیریم. این سنبه هایی که کنارهای کاره یکم شیب کار رو بیشتر کنیم تا از داخل این قسمت هایی که سوراخ از پشت میاد بیرون، این فاصله کار زیاد باشه که کارتون زود خراب نشه یا کارتون شبکه که میزنیم نازک نشه. من انگشتر ساز، انگشتر شبکه، انواع اقسام مدل‌های شبکه، انواع اقسام رکاب‌های انگشتر نقره رو انجام میدم با 15 سال سابقه کاری مداوم و تقریبا 3 سالم سابقه شاگردی داشتم. سرجم 18 سال سابقه دارم. امیدوارم بتونم نمونه کارهایی که سفارش میدین رو به نحو هستن بهتون تحویل بدم. از آشنایی باهاتون خوشحالم و این کارم تقدیم نگاهی زیباست.